قصه فراوون اینجا، ماجراها داره کلبه ما. بزنین به دل دشت و دمن، کوه و چمن همراه من، اونجا یه جا هست، یه بر رود و یه بر سنگ، میریم کلبه پورنگ. توی کلبه ما رو اگر نیست هوا هست، زمین سبز و خوش رنگ، میریم کلبه پورنگ. طبیعت چه قشنگه، آرامش محضه، هوا پاک و لطیفه و به یه دنیا میارزه. نفس میکشی هر بار، جوون‌تر میشی انگار. قصه فراوون اینجا، ماجراها داره کلبه ما. در به روی همه بازه، خونه خودت بفرما. نماشین، نبوغی، نه حتی یه خیابون شلوغی. هوا پاک، دل خاک، پر از غنچه زیبا. هر جا که شادی تو دل از کلبه من همون وراست. هر جا که سبز و با صفاست، کلبه من همون وراست. قصه فراوون اینجا، ماجراها داره کلبه ما. در به روی همه بازه، خونه خودت بفرما. قصه فراوون اینجا، ماجراها داره کلبه ما. در به روی همه بازه، خونه خودت بفرما. قسمت سوم، مرغ همسایه قازه. مون گوشه رو هم تمیز کن. مونجا بابا، مونجا. آها، منظورت اونجاست. هم مونجا هم اینجا. اینجا و اونجا. میاو. خیالت راحت باشه خانم میو، من هم اینجا هم مونجا رو تمیز میکنم، اصلا نگران نباش. قولی کار سرسری انجام مدیا. من دوست دارم همه کارا درست و خوب انجام بشه. من کار سرسری دوست ندارم. اگه قراره اینجا مشغول بشی، باید با جون و دل کار کنی. میاو. خیالت راحت خانم میو، من کارمو دقیق و کامل انجام میدم. اینقدر اینور اونور ازم بیگاری کشیدن که دیگه خسته شدم. تلاش میکنم که نظرتو جلب کنم. خانم میو، قولی به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانواده های گل، بچه های دوست داشتنی. کلبه انکورنگ نگاه میکنید؟ الهی قربونتون برم هر جا که هستین. خدایا شکرت، این طبیعت زیبا رو به ما هدیه کردی. این دریا، جنگل، کوه، سبزه، همه زیبایی ها. اما ما باید قدر این طبیعت رو بدونیم. ما باید در حفظ و نگهداری از طبیعت کوشا باشیم. ما روز و شبا میناله، رودخونه رو نگاه کن ببین که در چه حاله. دلش داره میگنده آخه پر از آشغاله. به هم بگید طبیعت با این کارا خوشحاله. زبون داره طبیعت، فکر نکنیم که لاله. چیزی به ما نمیگه، دلش پر از سواله. به هم بگی طبیعت با این کارا خوشحاله. وای که اون از دست ما روز و شبامه. این
طبیعت رو باید حفظ کنیم، این طبیعت رو باید نگه داریم. طبیعت هدیه خداست. ای خدا. خانم میو، ناکوک شما اینجایی؟ بله، داریم مغازمون رو آماده میکنیم. به سلامتی. چه لباس قشنگی پوشیدی. جدی؟ بهم میاد؟ آره خیلی خیلی زیباست. این لباس مربوط به مردان اهالی ترکمن صحراست. یه منطقه خیلی قشنگ تو کشور ما با مردمان بسیار باصفا که من امروز افتخار دارم لباسشون رو تنم کردم. راستی بالاخره اون مغازه رو چیکار میخواید بکنید؟ کافی شام. کافی شام یا کافی نهار؟ نه کافی شاپ. ناکوک، ببخشید ناکوک همه چی اشتباه میگه، منظورش کافی شاپه، ولی اینجا کافی شاپ نیست، اینجا یه پاتوقه، همه بیان اینجا جمع شن، چیزای مقوی بخورن. مبارکه. پس اونجا رو میخواید تبدیل کنید به ایستگاه ویتامینه؟ تقریبا. هر کی بیاد اینجا ویتامین خونش میره بالا. قولی قولی قو. من مشتریتونم من بعد. قولی قو. به به به، ببین کی اومده؟ گاو نر از این طرفا. حالت خوبه گاوه نه؟ این چرا سر تکون میده؟ فکر کنم واسه زبونش مشکلی پیش اومده، نمیتونه حرف بزنه. جدی؟ دهنت باز کن. دهنت باز کن ببینم مشکلی داری؟ میگم دهنت باز کن. تونگوله زنم. اون شکم قلومه رو کجا قایم کرده بودی؟ اینو ولش، اینو بچست. میاد؟ بهت میاد؟ این کت هربوزه؟ کت هرباز بود، الان مال منه. بهم میاد پورنگ، خوشتیپ شدم. خوشتیپ؟ نه این کت اصلا به تو نمیاد. کت قدیمی خودت که میپوشیدی قشنگتر بود که. نه بابا اون به درد نمیخون، این بهتره. مرغ همسایه که میگن قازه همینه. قولی قولی قو. مرغ همسایه اینقدر عمل زیبایی کرد شبیه قاز شد. قیافه خودش خوب بود که موک کوتاه، ماکل قشنگ. چی؟ ماکل قشنگ؟ ماکل. آها کاکل میگی، منظورت کاکله. بابا عیاز منم داشت دیگه، مامانم میگفت کاکلتو بمیرم. قدر خودشو ندونست. صبر کن بینم، تو مرغ همسایه کی دیدی؟ کجا دیدی؟ دیشب تو عروسی همسایه دیدم. چی میگی؟ من مرغ همسایه رو چیکار دارم؟ این یه ضرب المثل من دارم میگم. یعنی اینکه آدم چیزهایی که داره قدرشو ندونه، فکر کنه زشته، ولی دیگران وقتی چیزی دارن چشمت بهش میخوره بگی وای مال اون چقدر قشنگه، چقدر با ارزشه. باز داری رو شاخ ما را میری یا؟ من کی رو شاخ تو راه رفتم؟ من فقط نظرمو گفتم. همش دوست داره با من شاخ به شاخ شه. بابا تو دیگه کی هستی؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ دست ما رو دیگه بستی. بابا تو دیگه کی هستی؟ رو به روی ما نشستی. بابا تو دیگه کی هستی؟ کمر واسه ما تو بستی. بابا تو دیگه کی هستی؟ گرفتی ما رو دو دستی. بابا تو دیگه کی هستی؟ همیشه بالا نشستی. بابا تو دیگه کی هستی؟ آخه تو مگه چی هستی؟ بابا تو مگه کی هستی؟ بابا تو مگه کی هستی؟ چه خبرتونه؟ من فقط یه آدمم. پورنگ 100 بار بهت گفتم آدم باش، نه آدم نمو. چشم. گاو نر قربونت برم، گاو عزیز قربون اون شاخهای تیزت برم. اون کتی که تنت کردی مال هربزه، مال شما نیست، مناسب تنت نیست، برای تنگ قربونت برم. برای من تنگه؟ بله. نگاه کن ببین کاملا اندازمه. به نظرم تا این کت پاره من شده درش میاریم. خانم میو شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ از شما بعیده. باز اگه ناکوک این حرفو میزد میگفتیم ناکوکه نمیفهمه. شما نباسی حرفو بزنین. اتفاقا من با نظر اینا مخالفم. فکر میکنم خیلی اون لباس بهت میاد. حقا که تو ناکوکی، حقا. عجب
بزرگامی شدی ها. این لباسه بدجوری داره به تنم زار میزنه. خب خودت رفتی لباستو با گاوه نر عوض کردی. بزرگ که نمیخواست نعوض کنه، گاوه نر به زور عوضش کرد. چه کار بدی. نه اتفاقا خیلی هم کار خوبیه، من خوشم اومد. از چی خوشت اومد؟ از اینکه به زور لباس منو از تنم در آورد؟ نه بزی، ناراحت نشو بزی. اینقدر به یک بزی نکن. من هر بزی نیستم که با هم اینجوری رفتار کنم. بزی منظورم این نبود، ناراحت نشو بزی. منظورت چی بود؟ منظورم این بود که آدم هر چیز خوبی که میبینه تن کسیه برای خودش برده. جان بگو خوبه بگو. ولی من هر چیزی که دوست داشته باشم میخرم. ثروت خرابم کرده، پول نگو. من 100 دفعه گفتم علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. منظورش چی بود؟ چه ربطی داشت؟ این چی بابا، بهش فشار اومده، ناراحت نشو. اون برای آب اصلا اینجوری نبود. جون بگو. اون برای آب کسی به کسی زور نمیگفت. خب بعضی وقتا، ولی اینجوری نبود. شکل زورش چه شکلی بود؟ خب قشنگ اسلحه در می آوردن میذاشتن رو سرت، هر چی که داشتیم بر می داشتن می بردن. تمام. من عجب با کلاسه. باور کن اصلا نمیفهمیدی کی دستاتو بردی بالا، کی لختت کردن. اینقدر کارشونو خوب بلد بودن که نگو نپرس. عجب. بگو اینو به لیست آرزوام اضافه میکنم. لیست آرزوها چیه؟ بگو زیاده. اولیش اینه که جلوی وانت بشینم، نه پشته. پشت وانت که خیلی باحاله، دستاتو میگیری رو میله، همینجوری که داری میری باد میخوره ذره های موهات، خیلی حال میده. بابا به جای این حرفا یکیتون بره این کت منو از این گاوه نر بگیره بیاد. یکی کتشو بگیره بیاد. دل درد میگیری یا از من گفتن؟ واسه چی دل درد بگیرم ها؟ من تو این لباس راحتم، نگاه کن. راحت بچه محل قدیم ما بوده، خیلی راحتی. راحت بود. میگم راحتم یعنی راحتم دیگه. سلامتی گاو که نمیگه من، میگه ما. بابا چی کارش داره؟ چی از جون این بچه میخوای؟ ما چیزی از جونش نمیخوایم، اتفاقا میخوایم جونش رو نجات بدیم. راست میگه میو خانوم، ما میخوایم بهش بگیم لباس تنگه، اذیت میشی. گاوه نه داری اذیت میشی داداش. نه من راحتم. بفرمایید. راحت دیگه. راحت دیگه کجا راحت دیگه؟ لباس تنگی داره پاره میشه دیگه. درود بر تو داداشی. ببین چی کار کرد؟ اصلا تو چرا لباستو عوض کردی؟ من دیدم کت هرباز قشنگه بهش میاد، گفتم به منم میاد، گرفتمش، الانم مال منه. یعنی به زور از تنش در آوردی؟ پس چی؟ فکر کردی با زبون و منطق ازش گرفته؟ راست میگی ناکوک؟ آره واقعا. کارت خیلی کار بدیه گاوه نر. باز داری رو شاخ من رو میری و؟ یعنی چی؟ من به شاخ تو چی کار دارم؟ لباس خودت قشنگتر بود، کت خودتو میپوشیدی عزیز من. دیگه خوشم اومد گرفتمش دیگه، از هر چی خوشم بیاد میگیرم. این اصلا خوب نیست، آدم به چیزایی که خودش داره توجه نکنه، چشمش دنبال چیزای دیگران باشه، اونم به زور از دیگران بگیره. این که چیزی نیست. یه بار از لباسای من خوشش اومده بود، اونو به زور از من گرفت، شانس آوردیم که تنش نرم. یعنی چی؟ مگه گاه لباس خودش میپوشه؟ من از هر چی خوشم بیاد میگیرم دیگه. دور داره، شاخ داره، نمیشه باش مخالفت کرد. لباس تو هم قشنگه. جان هر کی دوست دارید منو با این گاوه نر سرشاخ نکنید. آخه میدونید خرمن تنها. تو خری زبون گاوه نرو بهتر از ما میفهمی. نگو ببین
زبون گاونر زوره، زور، همش به همه زور میگه. آره زور میگه. منم پول دارم، به هر کی دوست داشته باشم پول میدم. بده. آفرین. از قدیم و ندیم اونور آب گفتن cuando el dinero habla todos callan. نگو. چه؟ بگو. یعنی وقتی که پول حرف میزنه همه دهنشونو میبندن. بگو. الان بهترین وقتی که تو ثابت کنی حرف اول و آخر رو پول میزنه، نه زور. چجوری باید ثابت کنم؟ لباس منو از گاونر بگیر لطفاً. داری خرم میکنی؟ خر کدومه بابا؟ تو که خودت خری، لازم نیست که من خرید کنم که. راست میگی، اصلا حواسم نبود که خرمنه. خربرم پول داره این دشمنم، همیشه این سربرم. خربرم شوقی از این حرف منم، آسی از این کس منم. خربرم خرطوی من رفتم. هبوز جان بگو تو الان خرش کردی. اون برای آب به این میگن پویتیک. بگو. سیاست. نگو. پولیتیکا یک لوله است. اون برای آب معنی همه کلمه ها عوض میشه. چقدر جالب. این کفشا رو دوست ندارم، زشته. بگو. یه فکری برات کردم. بگو. بابا این همه پول میخوام بهت بدم، کمه. اگه باز میخوای کتو بده برم. نه، شلوار کفششم بگیرم جور میشم. سرشم با سر عوض کنی که دیگه تمومه. اونجوری که دیگه گاونر نیستی، هربزی. البته می خانوم کمی حجیمتر و عریض‌تر. نه، با همین سر و شوق ولی با اون لباسا. گاوبوز میشی اینجوری. نه، گاوبوز نه، گاو در لباس بوز. بهم میاد آره؟ گر سیاهی با سفیدی نقش بندد، گاونر لباس هربز بپوشد، خر بخندد. چیزه خواستم فقط فضا اول چه شوخی کرده باشم. آدمی به سن و سال تو باید حواسش باشه با خن و گاو شوخی نکنه. ببخشید. بعدش هم اینو یاد بگیر که وقتی یه کسی یه چیزی بهت نشون میده بگی بهت میاد، قشنگه، مبارکت باشه. من اینا رو بلدم گاونر، فقط خواستم بهت بگم این کت برات تنگه، توش راحت نیستی. آقا من چجوری بهتون ثابت کنم که تو این راحتم؟ الان بهت میگم، تو یه بار خم شو و راست شو. همین. بیا. فکر کنم پاره شد. کتم پاره شد. حالا من خیلی کیو بگیرم؟ اینو. چرا من؟ چون تو بهش گفتی خم شد، من از اینجا دیدم. من فقط خواستم بهش ثابت کنم که کت براش تنگه. منم الان بهت ثابت میکنم که
هیچ وقت سعی نکنی به یک گاو بخوای چیزی رو ثابت کنی. سعی کن گاو خستی فرار کنی. اما ترسیدن داری چی کار میکنی؟ بگو دارم کفش میپوشم. کفش چی؟ کفش خوشگل. بگو این کفش از کجا آوردی؟ مال تابنده است. بگو کفش تابنده که تو پای تو نمیره. میره، باید بره. چرا باید بره؟ چون خوشگله. من دوست دارم. جان بگو خوشگله. بگو خوشگله. بگو خوشگل که هست ولی خب اندازه تو نیست. تازه اصلا هم بهت نمیاد. نگو هنوز نپوشیدم. بپوشم بهم میاد. تو پات نمیره. میره. بگو ببین داره میره. بگو چی بگم؟ داره میره. بگو میره. حالا اصلا برای چی میخوای کفش تابنده رو تو بپوشی؟ بگو چون خوشگله دوستش دارم. همین؟ خوشگله دوستش دارم باحاله. همین؟ خوشگله دوستش دارم قشنگه. همین؟ بگو جونه بگو چرا کفش من زشته کفش تابنده قشنگه؟ از قدیم و ندیم گفتن علف باید به دهن بوزی شیرین بیاد. بگو یعنی این که تو به کفش تابنده حسودیت شده. بگو جونه بگو چرا مرد کنم همه چیزای قشنگ رو برای بقیه خریده این چیزای زشته برای من خریده. بگو مرد کهن میدونه چی به کی میاد. بم برو بم بم یکی بهش ساده میاد، یکی بهش راه میاد، یکی بهش سفید میاد، یکی بهش گلدار میاد. اون مرد خوب دانا، اون آدم توانا برای هر سلیقه یک چیزی رفته خریده. چی؟ نه این چیه واسم خریده؟ این چیه واسم خریده؟ لباس خوب و زیبا بهت میاد یه دنیا. من نمیخوام اونا رو. من دوست دارم اینا رو. اونا و اینا نداره. هر کی که هر چی داره باید دوستش بداره. نه میخوام که مال من باشه همینا. همیشه مال من باشه همینا. همینو همین نکن برام اعصابمو خورد نکن. الان من نگو هر روز چقدر بی اعصاب شدی تو. اصلا شما منو نمیفهمین. من میام پیش پونه. نگاه کن درست نمیتونه راه بره نخوری زمین. من اومدم. کتمو گرفتی ازش؟ بله مگه میشه من کاری رو بخوام انجام بدم ندم؟ بگو چقدر خوبه تو پول داری همیشه کاراتو انجام میدی. بگو دست درد نکنه. فقط چی؟ فقط یکم شکافته. یکم؟ از اون یکمی که میگی یکم بیشتر. یکم بیشتر. یکم بیشتر. نگو این دیگه شکاف نیست. این جر خورده. خیش مثل که بی خیال من شد رفت. بچه ها ما باید قدر چیزهایی که داریم رو بدونیم، ازشون خوب نگهداری کنیم، نسبت به اونا بی توجه نباشیم. در ضمن اینقدر حواسمون نباید به چیزهایی که دیگران دارن باشه. این درست نیست. فکر کنم گاوه متوجه اشتباهی شد رفت.
دیگه میتونم برنامه رو راحت اجرا کنم. از اون بالا میاد یه دست مورچه، از این کوچه میاد یه دست مورچه، از اون بر میاد یه دست مورچه، از این خونه میاد یه دست مورچه، یکی سر کوچه یکی ته کوچه، همراهشون یه دونه کلوچه. آی مورچه با آی مورچه با مورچه، آی مورچه با آی مورچه با مورچه. خدا به ما بخشیده یه سرزمین آباد، خاکی درست مثل زر با مردمی خوب و شاد، هم آذری زبون و هم مازنی و مشهد، هم کرد و هم بلوچ و کرمانج و اهل گنبد. یه گوشه از قلب ما با خط خوش نوشته ایرانمون و عشقه، ایرانمون بهشته، ایرانمون بهشته. شمال ایران با سبز شالی، همیشه از نم نم بارون تره، مردمی داره ساده و مهربون، خودم فداتم که بلم میستره. هله هله گرمای بنده رو ببین، لب شد کنار قایق بشین، کل ایران بلک خونه منه، قلب ما همیشه سی تو میزنه، قلب ما همیشه سی تو میزنه. هم شجاعی هم صبور و مهربون، مردم دلیر آذری زبون، سرزمین من همیشه تو بخند، یاشاسن ایران سبز و سربلند، یاشاسن ایران سبز و سربلند. کرد ایرانی غیور و دلیر، پشت ایران همیشه مثل شیر، ما همه آماده ایم تا پای جان، عاشق خاک تو هم ایرانگیان، عاشق خاک تو هم ایرانگیان. قلب ایران تو خراسان توی شهر مشهده، دل من واسه امام رضا دوباره لک زده. هر جای ایران یه جور دیدنی و خوبه یره، اگه تو رفتی حرم راستی تو یادت نره. یه گوشه از قلب ما با خط خوش نوشته ایرانمون و عشقه، ایرانمون بهشته، ایرانمون بهشته، ایرانمون بهشته. دوستان عزیز، بچه ها، خانواده ها، من تصمیم گرفتم در این سری برنامه جدید هر وقت جلوی دوربین بیام یکی از لباسهای محلی رو مربوط به اقوام مختلف کشورمون رو تنم بکنم. این لباسی که الان شما ملاحظه می‌فرمایید، بله خوب نگاه کنید، لباس قشنگ مردمان ترکمن هست. یک تنپوش، یک کلاه بسیار زیبا که سر من هست، شلوار و یک کفش بسیار شکیل و زیبا که مردمان خوب ترکمن تنشون میکنن. این خیلی خوبه که بنده افتخار پیدا میکنم لباسهای محلی رو تنم میکنم، چون میراث فرهنگی کشور ما هست، هویت ملی ما هست. به افتخار مردم خوب ترکمن یه دست مرتب. اسکلوکال چیه؟ چی بگم؟ چی بگم؟ چه لباس قشنگی رو. جدی؟ میاد؟ خیلی لباس ترکمنیه. تو قبلا لباسای زشت بیریخ میپوشیدی، الان لباسات خیلی خوب شده. نه من هرگز لباس زشت نمیپوشیدم. نگو میپوشیدی. نمیپوشیدم. نگو میگم نمیپوشیدم. بسته باز شروع شد. بابا خستم کردین آخه، گاب رفت گوسفند اومد. خسته
تو بگو این قبلا لباس بیریخ نمیپوشید بد لباس نبود؟ بد لباس که نه، بنده خدا چون تخفیفات خرید میکرد یه مقدار کج سلیقه بود. بگو آفرین کج سلیقه بودی؟ درست صحبت کن تخفیفات. حالا خوبه خودت هم اونجا خرید میکردی یا؟ بگو خوشگله، من گونی هم بپوشم بهم میاد. بهت میاد. اولی که من بد سلیقه نیستم، خیلی هم خوش سلیقه هستم. دوما که اگر سلیقه من با شما جور در نمیاد طبیعیه. خب اون که مترسگه، اینم که گوسفنده. خوشناد؟ نه بابا تعریف کن. تعریف بگو تعریف کن بگو. چیه تعریف؟ این چیه پادکست؟ چیه؟ برای کفشان تو رو گرفت، چشماتو محصول کرد. چی کرد؟ محشور. چی؟ مسئول مشمول. منظورش محصوره. محسن. آخه این چیه که من محصول این بشم؟ این کفشه بین کوچیکی. کوچیک هم نیست، خیلی هم بزرگه. کوچیک نیست برا؟ نه. اونا نگاه کن پاشه پاتو نگاه کن. من نمیدونم امروز چرا اینجوری شده اینجا. هر کی میاد اینجا به اون چیزایی که داره توجه نمیکنه، چشمش دنبال چیزای دیگران هست. اون از اون گاو نر، اینم از این گوسفند. خوشاد؟ نه تعریف کن. بگو جان من بگو، بس تعریف کن بگو. چیو بگم؟ چی تعریف کنم؟ این راه و روشت اشتباهه. بگو. چیه؟ من اینو از گاو نر یاد گرفتم. از گاو نر؟ کدوم آدم عاقلی دنبال گاو را میفته میره؟ وای آدم عاقل نیست که گوسفنده. خوشداد؟ نه خیر تعریف کرد. تعریف کن بگو گوسفنده هم کارشونه دیگه، میافتن دنبال این نفر دیگه دنبالش میره. بسن. آها متوجه شدم. خب حالا که متوجه شدی من برم خستگی در کنم. قربونه تو چرا همش میخوای خستگی در کنی؟ یه کمی خسته نباش. واسه اینکه خستم الان میام پایین نشونت میدم. خستم ولی کنم اینه چی کار کنم من؟ دورو برم پرنده ها میان و میرن، یه عمری تو مزرعه کارم همینه، اینجام که کشت و کارمون آفت نبینه. سیاه شدم کباب شدم من زیر آفتاب، نه آبی نه غذایی نه یه ذره ای خواب. خلاص جونم بگم این روزگارم، کارم و اصلا دیگه دوستش ندارم. خلاص جونم بگم این روزگارم، کارم و اصلا دیگه دوستش ندارم. جا خوش کردم اینجا، حتی نمیترسن دیگه ازم کلاغا. روی تنم دودون شده جای کلاغاست، مترسه این مزرعه مرد تنهاست. از شر این کارای حیوانای موزی کاشکی بالاخره خلاص بشم یه روزی. جونم بگم این روزگارم، کارم و اصلا دیگه دوستش ندارم. خلاص جونم بگم این روزگارم، کارم و اصلا دیگه دوستش ندارم. قربونه داداش فدات شم. اصرار میکنی الان برات دوباره یه دونه دیگه ببینم چیه. بخون چی اصرار میکنی؟ چی داری میگی؟ اینجا اگر قرار باشه کسی بخونه من باید بخونم، من دارم اینجا برنامه اجرا میکنم. چیه خسته نشدی از دیده شدن؟ جان من یکی جلوت قد علم میکنه چرا ناراحت میشی؟ با اون چوبا؟ همین چوبا رو ببین عزیزم، چرا نمیذاری شما میای سر جالیز ما اجرا میکنی؟ مگه ما حرفی زدیم؟ نگو آفرین اینجا جالیز اینه. تو دیگه حرف نزن با اون کفشه تنگه. نگو اصلا تنیش ببین. آخ چی پورکی بد
چی بد شانسه؟ آی پورک دیگه، این بیچاره اگه یه جفت کفش از آسمون بیفته، یکیش زارپ میخوره تو کلش، یکیش اول میره میخوره زمین، بیاد بالا دوباره میخوره تو کلش. کلن این اجسام معلق در هوا از این پسره خوششون میاد. این گاوه نرو ببین کت بچه رو چیکار کرده. گاوه نر شکارم ازت. گاوه نره دیگه. بابا این کفشای گشاد رو پات در بیار. بابا خب اینو درارم دیگه کفش ندارم بپوشم. آخه این کفشو چیه پات کردی؟ چرا کفش گشاد پات میکنی؟ بگو اومد گفت کفشامون رو عوض کنی، برام گفتم باشی کفشامو به اون عوض کرد. آخه آدم عقلشو دست یه گوسفند میده. آدم نمیده ولی من کرمم. یه کرم عقلشو دست یه گوسفند میده؟ اصلا هیچ موجودی نباید عقلشو دست گوسفند بده. چرا؟ چرا؟ برای اینکه گوسفند از عقلش کلن آقا کار نمیکشه. فهمیدم. به زودی جلسه با بگو برگزار میکنم، بهش یاد میدم چی کار کنه، تمرین کنی که بتونه از مغزش کار بکشه. یه پرمغز میخواد آقا به گوسفند تمرین مغز بده. خب با من کاری نداری؟ کجا به سلامتی؟ میخوام برم این مرداب بغلی با قورباغه‌ها، میخوام یه مسابقه واترپولو بدیم. برم بیام. تو شنو بلدی؟ با خب از کجا میخوای بیای؟ خب ولی پولو که دوست دارم، میخوام بیام پولو بکنم. پولو؟ وای پولو 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 خوشگل شیرین پولو پولو وزشو ببین پولو پولو وای پولو 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 وای پولو 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 با سبزی میشه پولو پولو، با شیویت میشه پولو پولو وای پولو 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 وای پولو 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 با گوجه میشه پولو پولو، با رشته میشه پولو پولو وای پولو 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 وای پولو 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 با نخود میشه پولو پولو، حتی لوبیا پولو پولو وای پولو 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 وای پولو 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 با عدس میشه پولو پولو، با واش میشه پولو پولو وای پولو 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 وای پولو 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 با هر غذایی پولو پولو، خوشمزه میشه پولو پولو وای پولو 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 وای پولو 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 بعد دلم چلو میخواد، بعد دلم پولو میخواد، 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 بعد دلم چلو میخواد. باشه تا این یه کار دست خودش نداده آقا برش ببر. آخه بافنده جان این پولویی که این تو ذهنشه با اون پولو خیلی فرق میکنه. چقدر فرق میکنه مگه؟ چیه چه فرقی داره؟ آقا اون فوتبال توی آب، واتر پولو نه پولو. خب دیگه منم همینو میگم، من تو آب پولو نخوردم، خب میخوام بخورم. ببین اصلا فایده نداره، بدونی اینو باید ببری تا چشاش ببینه، چون گوشش بدهکار نیست. خواننده منو با خودت ببر، من به پول خوردن قانم. باشه بریم باشه باشه ببینم بعد این چه کفشه یه تا پات کردی آخه؟ این کفشاشو با کفشای بگو عوض کرده. مگه کفش تو پای بگو هم میره؟ دیگه کفشه و پای بر میره، دیگه مشکل اونه، خودت چه جوری پاشی بکنی تو کفشم. آها بریم. خب باشه کاری نداریم پس شما به سلامت. اجازت ما میریم. ببین بله حواست به این باشه. بریم سری پولو بخوریم. باشه خیلی هم زود میاد، حرفم نداره. آخه باشه خیالت راحت باشه. خدایا آخر عاقبت منو با اینا خیره به ختم کن. شکار خونم اومده پایین. اینجا مثلا کسی نیستش که من شکارش کنم. شکارم ازت از همتون شکارم.
جون حالم بهتر شد. آخه شا شما الان چطوری؟ حالم بهتره. تو الان میخوای یه روز در میون قش کنی نه؟ شما چی؟ میخوای یه روز در میون یه چیز پیدا کنی سر من بدبخت بندازین؟ پورنگ من از قصد ندادم. پورنگ نگفتم که از قصد زدی، ولی اگر این کفش تنگو نمیپوشیدی این بلا سر من نمیومد. بگو شما برای چی کفش تابنده رو موشیدی؟ چون قشنگه. جان بگو قشنگه. بگو قشنگه. بله قشنگه، ولی برای تابنده نه تو. تازه‌شم این کفش برای شما اندازه نیست. نه این خود تنگه، فشار بدم خوب میشه. داداش چی داری میگی؟ سومت هم توش نمیره، بعد یه خونه فشار بدی جا باز میگی. چی میگی؟ نمیخوام. شما نمیخوای من ناز بشم، خوشگل بشم، بشم. این چرا اینجوری میکنه؟ گوسفنده دیگه، میخوای چجوری بکنه؟ پستاد؟ نه ازت تعریف کرد. تعریف کن. بگو. همون پورنگ شما الان بهتر شدین؟ آره الحمدلله بهترم. همچین ضربه کاری نبود که بخواد اتفاقی برای من بیفته. جان سواد این کفش کم نرمه. اگه کفش که من بود سرت داغون شده بود. شما کلن حواستون باشه دیگه چیزی تو سرتون مخوره. حتما دیگه کاملا حواسم هست. حواسم به همه جا اطراف هست. این چی بود؟ کفش بود. کفش منه. از کجا اومد؟ از تو افق. پولو فرق برو دیگه بابا خب چرا حسابی پولو ریسکه ای وای کفشه بابا بگو این کفشه برای بده دارم براش تنگ شده یا بگی کفش منه بده. اون لنگه کفش ما بده. ای کفش دست من نیست که. کجاست؟ افتاد تو مرداب و تمسار. یعنی چی؟ هیچی دیگه. بابا این تابنده رفته بودیم این مرداب بغلی واتر پولو بازی کنیم. مگه شنا ملده؟ ولی پولو دوست دارم. این پولو که اون پولو نیست. بابا منم 100 بار بهش گفتم مگه به خرجش میره. زبونم مو داره بود. نه گول خوردم دیگه چی؟ کفشش چرا اومد اینوری؟ وای قصهش طولانیه. ما رفتیم واتر پولو بازی. اما یه چهر وایساده بود بیرون. توپ ما افتاد بیرون آب. به این گفتیم آقا شوت کن توپو. اومد توپو شوت بزنه، به جای توپ چی اومد؟ کفش پرد شد. اومد با اون یکی پاش شوت بزنه، دوباره این یکی لنگه کفشش پرد شد اومد این ور. چاره عمو پورنگ این چرا اینجا افتاده؟ کفش خورده تو سرش. خیلی هم محکم و همچی خوب افتادم. خانم مگو من که به قصد ندادم. بگو به قصد ندادم. جان من مگو. من که گفتم تو زدی، گفتم کفش خورده تو سرش. فکر نکنم این دیگه به هوش بیاد. یک کودک ایرانم بود. نگو یک پاشو تا 10 هم بشمریم بلند نمیشه. کودک ایران بی 1 شد. نگو پورنگ. بیام خب خب چی کار کنی؟ هیچی دیگه باید اینجا رو خلوت‌تر کن میخوره حالش جا بیاد. آره باش بریم. کجا تو رو نگفتم عزیزم که تو زدی باید وایسی. چرا؟ تو قاتلی. بابا این که نمرده زنده است. کفش گوسفند خورده تو سرش ها. دست من نخورده تو سرش که. تقصیر من نبود. بگو نبود. مگو جان من مگو. میدونیم تو مزدی. تابنده زده. کی بود؟ بعد نبودم دستم بود تقصیر آستیرم. من نبودم دستم بود تقصیر آستیرم بود. آستیرم واسه شورم بود، شورم وصل یقم. من نبودم دستم بود تقصیر آستیرم بود.
یقم واسه پیرهنم پیرهنم توی شلوارم شلوارم روی پاهاب توی کفشام کفشم واسم گشاد بود در میومد دو زو من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود عمو پورنگ بیدار شد. پورنگ اینجا کجاست؟ من کجا؟ مزرعه است دیگه. من چرا اینجا افتاده بودم رو زمین؟ اشتباه کفش خورده بود تو سرت. کفش؟ کفش کی؟ کفش برگو. نگو تقصیر من نبود. بگو بابا تو اگه کفش گشاد نمیدادی من بپوشم من وقتی شوت میکردم که کفش شوت نمیشد تلقی بخوره تو کله. نگو بابا کفش تو دوبار زدم کلش هیچیش نشد. باشه ولی مقصر تویی. تو قاتلی. بذار من برم این دندونام اینو گازی کنم برگردم. بس کنید بابا سرم رفت. کجا رفت بالا رفت پایین رفت اینور رفت اونور رفت ایجا رفت اوجا رفت کجا رفت اورجا بیایم بگردیم ببینیم سر عمو پورنگ کجا رفته. چی داری میگی؟ سر من همینجاست. پس ما رو سر کار گذاشتی؟ من بدون حقوق نمیام سر کارا. خدایا من از دست اینا چیکار کنم؟ کجا میری؟ بذارید مری استراحت کنه. کاری به کارش نداشته باشی. ما کاری به کار اون نداریم، اون با ما کار داره بابا. ولی چی؟ منم بس برم صدامو گرم کنم دیگه. میخوام آواز بخونم. منم رفتم فعلا. میام یه چیزی بخورم. گشتم فعالیت. عکس ببینم. بله. من بدون کفش چی کار کنم؟ کفش داری که من این کفش نمیتونم. برو کفش من از تمساح بگیر. جان من بگو. بابا تو راجع من چی فکر کردی؟ من کرمم خر که نیستم خودم بزنم در تمساح. حالا من بدون کفش نیرو برم. بابا کاری نداری که بیا. بگو. برم الان دردارم اینجوری. جان من بگو. مزه برو دیگه. واسه من تنها امید رو زمینی چه خوبه از اون بالا منو میبینی بگو بارون رو زمینمون بباره تو فقط اگه بخوای کاری نداره تو میبخشی به درخت خشک جوونه بده از خودت به قلبم یه نشونه سبزم با تو هر روزم بهاره تو فقط اگه بخوای کاری نداره خدایا دوست دارم اندازه تموم دنیا دارم اندازه تموم دنیا کسی رو نمیخوام هر لحظه خدا بمون بام خوبه هوامو داری همیشه بی تو همیشه تنها تو منو میبینی هر لحظه همیشه واسه من هیچکی مثل تو نمیشه خدایا دوست دارم اندازه تموم دنیا